گاهی یه تیکه کاغذ میتونه تبدیل بشه به یه دنیای دیگه. این صفحه‌ای که توی یکی از اون 12 روز ساختم. موضوعش جنگه. شاید بگی چرا جنگ؟ چون حتی وقتی همه چیز پر از آشوب و ترس باشه، باز هم میشه اون حس رو گرفت و گذاشت رو کاغذ و یکم سبکتر شد. این تیکه کاغذ قراره بره توی ژورنالم که فقط یه دفتر نیست، یه جور فضای امنه، جایی که هر چیزی توی ذهنم میاد، حتی سخت‌ترین حس‌ها اینجا می‌نویسم یا می‌کشم. امروز تصمیم گرفتم حس یکی از اون روزها رو روایت کنم، اما نه با کلمه ها، با رنگ ها و تکه های بریده شده کاغذ. هر چیزی که روی این صفحه می‌بینی یه معنی داره. برای من این تمثیلی از مبارزه با ناامیدیه. باید یه تیکه هایی رنگش قرمز می بود، چون برای من مثل زخمایی که میمونه حتی وقتی جنگ تمام بشه. اما یه جاهایی باید سبز می شد، چون توی هر آشوبی یه جرقه امیدم هست. حتی وقتی همه چی تیر است، یه نقطه روشن میتونه آدم رو نگه داره. این تصویرهای کوچیک برای من یادآور اینه که انسان همیشه به دنبال معنا و امید میگرده. وقتی این صفحه رو درست میکردم، حس میکردم یه جور گفتگو با خودمه. انگار دارم با اون آیدای درونیم یکم صحبت میکنم. میدونی که جنگ فقط بیرون از ما نیست. خیلی وقتا توی ذهن خودمونم جنگ داریم، با ترس هامون، با خاطره هامون، با نگرانی هامون. برای همین هر بار شروع میکنم و اون احساساتو توی ژورنالم رها میکنم. اینجوری حس میکنم یه قدم عقب‌تر رفتم و از بیرون نگاه میکنم. دیگه توی آشوب گیر نکردم، بلکه گذاشتمش روی کاغذ و یکم سبکتر شدم. این صفحه شاید حتی اثر هنری نباشه، ولی برای من یادآوری این که حتی وقتی همه چی به هم ریخته است، ما هنوز میتونیم یه تیکه کاغذ پیدا کنیم و آشوب ذهنمون رو روی اون کاغذ خالی کنیم تا اونجا بمونه، نه توی وجودمون. حتی توی تاریک‌ترین روزها انسان میتونه امید رو بازسازی کنه. برای من این صفحه یعنی آشوب رو روی کاغذ بذار و رهاش کن، چون ما همیشه میتونیم از دل ویرانی معنای تازه بسازیم. این برای من معنی ژورناله. اگه تو هم چیزی هست که ذهن تو اذیت میکنه، امتحانش کن، بذار کاغذ حرف بزنن. شاید برات تبدیل به یه جور آرامش بشه. میدونید چیزی که برام جالبه اینه که همین ژورنال هر بار مثل یه آینه است. وقتی نگاهش میکنم میبینم چقدر ذهن ما پر از جنگ‌های کوچیک و بزرگه، ولی وقتی اونا رو روی کاغذ میاریم انگار کوچیک‌تر میشن، سبکتر میشن. شاید برای شما هم همینطور باشه. شاید یه موضوعی توی ذهنتون هست که سالهاست درگیرشید، ولی هیچ وقت بهش اجازه ندادید روی کاغذ بیاد. من اینجا دارم یه جور سفر میسازم، سفری با رنگ و کاغذ و داستان. و حالا از شما میپرسم، دوست دارید موضوع ژورنال بعدی چی باشه؟ یه احساس خاص، یه تجربه شخصی، یا حتی یه چیزی که بهش فکر کردید و هنوز جایی نگفتید؟ برام توی کامنت ها بنویسید، چون این صفحه ها وقتی با پیشنهادهای شما ساخته میشن تبدیل میشن به یه گفتگوی ارزشمند بین من و شما. و شاید این همون تعامل انسانی باشه که حتی وسط آشوب میتونه امید ببخشه. مرسی از اینکه ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه دوست داشتید میتونید ویدیو رو استاپ کنید و دقیق ترین صفحه رو بخونید.